خب از اولین بازی گروه A گفتیم، بریم سراغ دومین بازی این گروه بین کره جنوبی و جمهوری چک. این بازی تو شهر گوادالاخارا در کشور مکزیک قرار برگزار بشه. کره جنوبی قبلا بهترین نتیجه که به دست آورده بوده در جام جهانی رده چهارم در سال 2002 بوده، اون سالی که اتفاقات عجیب غریب افتاد و کره جنوبی میزبان تا نیمه نهایی رسید و در نهایت در رده‌بندی به ترکیه باخت و چهارم شد. اما امسال کره جنوبی سون هیون مین رو داره که سرشناس‌ترین بازیکنشونه و کلی فوق ستاره دیگه. واقعا تیم خوبی داره کره، یکی از شانس‌های اول صعود از این گروهه. از اون جمهوری چک، معروف ترین بازیکنی که همه ما میشناسیمش شاید پاتریک شیک باشه. بازیکنی که واقعا گل‌های شیکی میزنه و اکثرا هم علاقه داره دقیقه 90 به بعد گلزنی کنه. مثلا در بایر لورکوزن جابی آلونسو خیلی اینو مشاهد بودیم، جایی که کالگره می‌خورد پاتریک شیک میومد و دقیقه 90 و بازیو در می‌آورد واسهشون. بخوام از قدرتاشون بگم، کره جنوبی رو تکنیک و سرعت بازیکناش تمرکز داره و به شدت تیم تاکتیک پذیریه. اما از این ور جمهوری چک، تا جایی که من بازیش دیدم اکثرا بازی کسل کننده ای داره، بسیار دفاعی بازی میکنه و فقط تکیه میکنه به قدرت بدنی بازیکناش که این میتونه کره جنوبی اذیت کنه، چون بسیار قدرت بدنی خوبی دارن و اگر بازی فیزیکی بخوان انجام بدن شاید بازیکن کره رو تو دردسر بندازن. اما از دید من کره به راحتی بتونه جمهوری چک رو ببره. شما نتیجه رو تو کامنت ها